به نظر شما یک سگ نادر واقعاً چقدر ارزش داره؟ اخیراً یک پرورش دهنده سگ هندی با پرداخت 500 میلیون روپیه معادل حدود 5.81 میلیون دلار سگ منحصر به فرد خریداری کرده و اون رو به گرانترین سگ جهان تبدیل کرد. این سگ که کادابومب اوکامی نام داره، حاصل ترکیب یک گرگ واقعی با یک سگ شپرد قفقازی هستش و در ایالات متحده پرورش یافته. خریدار اون اساتیش رئیس انجمن پرورش دهندگان سگ هند و فردی شناخته شده در زمینه جمع‌آوری نژادهای کمیاب سگ هست، کسی که تا اکنون بیش از 150 نژاد مختلف رو جمع کرده. ساتیش در گفتگو با خبرنگاران هندی توضیح داد که پرداخت چنین مبلغی رو منطقی میدونه، چون اوکامی نه تنها نژادی بسیار نادر هستش، بلکه در نوع خودش بی‌نظیر به شمار میاد. این سگ تنها 8 ماه سن داره، اما وزنش به 75 کیلوگرم و قدش به 48 سانتی متر میرسه. ظاهر اون شباهت کامل به یک گرگ داره و تا اکنون هیچ نمونه ای از این نژاد در جهان به فروش نرسیده. به گفته ساتیش، هزینه‌ای که برای این سگ‌ها صرف میکنه به سرعت باز میگرده، چون که مردم برای دیدن اونا اشتیاق فراوانی دارن. اون میگه من و سگم بیشتر از یک بازیگر سینما توجه جلب میکنیم. همه میخوان با اون عکس و سلفی بگیرن. جالب اینجاست که این اولین خرید ولخرجانه او نیست. سال گذشته نیز سگی از نژاد نادر چاف که شباهت زیادی به پاندای قرمز داشت به قیمت 3.25 میلیون دلار خریداری کرده بود. ساتیش همه سگ‌هاش رو در زمین 7 هکتاری نگهداری میکنه و نادرترین اونها رو در رویدادهای سراسر هند به نمایش میگذاره. اون برای نمایش این سگ‌ها مبلغی بین 3,000 تا 12,000 دلار دریافت میکنه و تا اکنون توانسته بخش زیادی از سرمایه‌گذاری خود روی اوکامی را با نمایش در افتتاحیه‌ها و جشنواره‌های مهم از جمله در ایالت کارناتاکا بازگردونده. به گفته خودش، مردم برای دیدن گرانترین سگ جهان بیشتر از هر سگ دیگری هجوم میارن و همین موضوع اون رو به ادامه این مسیر ترغیب میکنه. حتما لایک، سابسکرایب یادتون نره. ممنون.